آمد عید و حضور زیادی از مردم رنگ دیگری به شهرهای کشور داده است. کابل در این میان بیشتر شاهد حضور باشندگان حتی از دیگر ولایت هاست. باشندگانی که آمدند تا برای عید خریداری کنند. میوه خشک، کلچه و کیک، شیرینی‌های رنگارنگ و میوه‌های تازه از عنعنات افغان هاست که سفره را با آن رنگین ساخته و از مهمانانشان پذیرایی می‌کنند. کسانی که حتی اقتصاد خوب ندارند خودشان را مکلف می‌دانند برای استقبال از عید برابر توانایی مالی خود خریداری کنند. برای این که بدانیم چقدر امسال بازار خریداری عید در کابل گرم است، به مندوی سر زدیم. بازار کهنه کابل که این روزها شاهد رفت و آمد ده‌ها تن از باشندگان برای خریداری است. احسان الله یکی از باشندگان شهر کابل است. او از بلند بودن بهای میوه خشک و لباس در بازار میگوید. والا د سکم تو هم نیولې بس کالیم کو پورا کړی چپړا کو ته نه رسیدلې کې چپړا کې پورا کړی بس سرپرانی ته نه رسیدلې بس دغه سکم تو هم مایداګیم نیولې بس نیمه کیلو بادام و نیمه کیلو پستا مې غوښتلا. شب و روز عید فرصتی برای شادمان زیستن افغان هاست. اما شماری از خانواده ها به علت پرهزینه بودن مواد خوراکی و میوه عیدی نمیتوانند خریداری کنند. مانند این باشنده کابل که میگوید کودکانش چشم به راه نشستند تا در روزهای عید مانند دیگران خانه ایشان رنگ و رونق بگیرد. کالا گرفتیم دیگه، لباس گرفتیم، آمادگی خود زیاد داریم، میوه دام میگیریم، دگام میگیریم. عید خوشی تیر میکنیم، عید دهم تیر نمیکنیم. همه چیز باید داشته باشیم. عید در میان افغان ها رسم و عنعنات دیگر هم دارد. مثلا رفتن یکی به خانه دیگر برای عید مبارکی و این روز بهانه‌ای می شود برای جویا شدن احوال دوستان. حسیب الله یکی از باشندگان کابل است. میگوید افغان ها در کنار دیگر رسم و رواج ها بر تن کردن لباس نو در روزهای عید را بخش از عنعناتشان میدانند. حسیب روزهای عید را مملو از شادمانی و صلح و امنیت برای دیگر افغان ها آرزو می کند. او یکی از صدها جوان است که از طرف های درگیر می خواهد تا به حرمت روزهای عید که از مقدسات اسلام است جنگ را کنار بگذارند. یک اندازه مواد خوراکه به خانه گرفتیم و تصمیم دارم چیزهای بیشتری خریداری کنم. لباسهایم نزد خیاط است. از دیگر هموطنانم هم می‌خواهم تا عید را به خوشحالی بگذرانند. عید برای افغان‌ها که سالها از جنگ نفسگیر شدند یک نوید است. نوید برای برپایی شادمانی و صفایی قلب‌ها. سه روز گریز از رنج و اندوه، به آرزوی روزهایی که آرامش در کشور جایگزین جنگ شود و هر روز افغان‌ها عید باشد.